خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل توین کرافت. امروز میخوایم یه خط درست کنیم. نه بابا با بلاکا. خب اولی تو بذار. خودم میذارم بابا. تو گذاشتی. باش بذار. منم روت میذارم. منم روش میذارم بیاد پایین. آها، من میخوام اون شکلی خط درست کنیم. من مگه میذارم؟ ما مگه میذارم؟ نه دیگه من اونجوری درست میکنم. کدوم جوری؟ اینجوری. آفرین. خب من اینجا میذارم بالای تو. تو بالای من؟ بالای تو. نه 3 تا شده. میتونم 4 نمیتونم بذارم چون باید میریزه پایین. خب حالا ببینیم این پایین بذاریم. بچه خالیه اصلا. خب تو نذاشتیم. من گذاشتم. منم الان میذارم. گذاشتم. منم قرار بذارم. بذار دیگه. میذارم. گذاشتم. فکر نکنم تو ببری. من چرا زدم اینجا؟ اوکی. خب ببینیم کی قراره ببره. من که میبرم. الان کم مونده من اونو بذارم اونجا و برنده بشم. کجا؟ جایی نیست. خونه آقای شجاع. الان ما اینو میذاریم اینجا دیگه. اینجا بسته است. تو الان میبینی ببین به ما بردیم. چلو کباب با ما خوردیم. چلو دکمه لاک و سابو بزنیم و اون زنگوله بغلم بزنیم.